ما راجع به طرحواره‌ها شروع کردیم صحبت کردن از هفته پیش و اشاره کردیم به اینکه طرحواره‌ها در کودکی شکل میگیره. اما کارشناس که اشاره کردم به اینکه طرحواره‌ها در کودکی شکل میگیره الان هم همراه ما هستن. ایشون استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی محترم دانشگاه شهید بهشتی هستن، استادیارن، دانش آموخته روانشناسی هستن در مقطع دکتری و به دانشجویان دانشگاه هم روانشناسی تدریس میکنن. سرکار خانم دکتر منى چراغی، سلام بر شما. سلام بر شما و بر همه حال خوبی‌های عزیز و امیدوارم تو این روزهای پایانی سال که من شیفته این روزها هستم خودم به شخصه و زندگی در لحظه لحظهش جریان داره، امیدوارم این زندگی در سلول وجود هممون جریان پیدا بکنه و حالمون خوب باشه تو این روزهای پایانی سال. درود بر شما. چه ترکیب بندی قشنگی از کلمات رو گفتید. متشکرم. خانم دکتر شما 36 ساعته میخواید بشه روزهای آخر سال طرحش رو بدیم به مجلس من موافقت کنم. بذارم روی اون 36 ساعت بگم 48 ساعت فکر می‌کنم بهتر باشه، خیرش رو ببینیم. واقعا بله. مثلا روزهای پایانی سال که دیگه هممون کارا تلمبار میشه، بیم از یه تعطیلی طولانی مدت در کشورمون و البته یه تعطیلی قبل از اون طولانی مدت هم که امسال هم گره خورده با تعطیلات آخر سال بیشتر هم شده و خدا بدان امید. خب حالا ان شاءالله که هممون بتونیم هممون البته آخر سال هممون کارامون انجام میدیم. خیلی کم اونایی که نتونن کاراشون رو جمع و جور بکنن، راست و ریز کنن. انصافا هم همه هوای همدیگه رو روزهای آخر سال دارن. قبول دارین؟ همه بیشتر کار میکنن، همه اضافه تر کارا رو انجام میدن، همه اون تو رو درواسی همدیگه جمع میکنن کارا. مثلا ترس همیشه یه موقعیت شاید برای ما بیشتر از اون موقعیت واقعی باشه. قرار امیدوارم تو آخر سال که درد میکنن لب هممون خندون باشه. ان شاء الله. خب بریم سر مبحث شیرین طرحواره‌ها. جناب عالی گفتین از هفته پیش شروع کردیم یه اصلاحیه به خاطر خستگی آخر سال شماست. بله. امشب جلسه سومیه که می‌خوایم در مورد طرحواره‌ها صحبت بکنیم و اگه اجازه داشته باشیم شروع بکنیم. اجازه ما از شما. ما 2 جلسه است در مورد طرحواره‌ها صحبت کردیم و بعد متوجه شدیم که طرحواره‌های عینک‌هایی هستن که از سالهای اولیه زندگی در مورد خودمون، در مورد دنیا و در مورد دیگران به چشم میزنیم. بله. بر اساس تجارب متاسفانه اکثرا آسیب‌زای رشدی در مراحل اول در سالهای اولیه زندگیمون شکل میگیرن و تصویری رو برای ما ایجاد میکنن که اصرار دارن تا پایان عمرمون ما اون تصویر رو حفظ بکنیم و همین جنبه ناکارآمدی طرحواره‌ها رو میسازه. ما جلسه قبل در مورد این صحبت کردیم که خب این طرحواره‌ها چجوری شکل میگیرن، حوزه‌های طرحواره‌ها رو مشخص کردیم که بر اساس 5 تا نیاز اصلی رشدی که توضیح دادیم، اون نیازها وقتی به درستی ارضا نمیشن یا زیادی ارضا میشن یا ما محرومیت‌هایی رو تجربه میکنیم، ما تو 5 تا حوزه طرحواره میسازیم که اون حوزه‌ها عبارت بودن از حوزه طرد و بریدگی، حوزه کارآمدی و کفایت، بله. حوزه محدودیت‌های مختل که بعضیا گفتیم که احساس می‌کنن دنیا باید رو محور خودشون فقط بچرخه، و حوزه‌های خودانگیختگی که کسانی که تو این زمینه مشکل داشتن آدم‌هایی بودن که دائم بسیار گوش به زنگ بودن و بازداری می‌کردن خودشون رو. بله. و حوزه پنجم مربوط به خودگردانی بود، کسانی که دیگر محور بودن و طرحواره‌های تو این زمینه می‌ساختن. این 5 تا حوزه رو خیلی کلی معرفی کردیم. بود دیگه، درسته؟ ما این 5 تا حوزه رو به شکل خیلی کلی معرفیش کردیم و قرارمون بر اینه که هر کدوم از این حوزه ها رو دونه دونه بشکافیم، چون خود هر کدوم از این حوزه های طرحواره خودشون شامل چندین طرحواره ناکارآمد دیگه میشن. ما فقط معرفیش کردیم. حوزه مسبب چند مدل طرحواره میشن که کلا ما 18 تا طرحواره ناکارآمد رو توی نظریه یانگ بررسی میکنیم. بله. امشب اینو میخوایم بگیم، ما تا اینجا فهمیدیم که بر اساس تجارب آسیب‌زای اولیه زندگیمون و بر اساس و ترکیب اون با سرشت و خلق و خوی خودمون، ترکیب این دو در کنار هم یک خروجی مهیبی میده بیرون که اون طرحواره‌های ناسازگار اولیه ما هستن. و بعد حالا از اینجا داستان شروع میشه که ما معمولاً هممون این طرحواره‌های ناسازگار اولیه رو معمولاً میسازیم تو وجودمون بر اساس این شرایط و بر اساس این ورودی ها. اما چی میشه که اینا میمونن با ما؟
خب ما گفتیم مثلا ممکنه من تو کودکی خودم بر اساس شرایط رشدی که داشتم، بر اساس والدینی که داشتم، پیام هایی که محیط پیرامونم به من داده اینه که تو ارزشمند نیستی، تو ناتوانی. این طرحی که میسازم اون واقعیت اون موقع رو میتونه توصیف بکنه که من ناتوانم. یه طفل کوچیک بی‌پناه، ناتوان و نیازمند که کل دنیاش هم خانواده‌شن و بعد اونا میگن که تو ناتوانی. خب حق داره شاید پیش خودش فکر بکنه که من ناتوانم، من بی‌ارزشم و نشانه ها داره اینو میگه. ولی چی میشه که من بزرگ میشم و خیلی وقتا حاصل این میشه که من یه بزرگسالی میشم که خیلی هم قویم، خیلی هم توانمندم، ولی همچنان طرحواره من ناتوانم، من بی‌کفایتم با من میمونه. امشب میخوایم در مورد سازوکارها و مکانیزم‌هایی صحبت بکنیم که در اثر اون طرحواره‌ها ایجاد میشن در من و شما و به نظر میرسه که ما در برابر طرحواره‌ها که یک موجود شاید برای ما خیلی قوی و ترسناک و آسیب رسانه، میترسیم هممون تو اون سالهای اولیه رشد وقتی این پیام‌ها بهمون منتقل میشه، بعد می‌بینیم سازوکارهایی رو پیش میگیریم که بتونیم با این طرحواره‌هامون مقابله بکنیم. اما امشب می‌بینیم که اون سازوکارهایی که من و شما پیش میگیریم به جای اینکه باعث بشه اون اژدها هر روز ضعیف و ضعیف‌تر بشه، بیشتر سوخت میرسونه به اون اژدها، بیشتر اون اژدها رو تغذیه میکنه و اون اژدها قلدرتر میشه هر روز و قوی‌تر میشه. یعنی داستان چجوری شد؟ من یه طرحواره در من شکل گرفت، یه جورایی منو میترسونه این طرحواره، میام که مکانیزم‌های مقابله‌ای پیش بگیرم در برابر اون طرحواره، ولی به جای اینکه مقابله موثری با اون طرحواره بکنم، اتفاقی که میفته من هر روز خودم تضعیف میشم انگار جلوی این طرحواره و اون طرحواره قوی و قوی تر میشه. 3 تا مکانیزم مقابله‌ای توی گزینه‌های مربوط به سوال امشبمون هست که فکر می‌کنم زحمتش رو شما بردید. دست شما درد نکنه. به موقع هم گفتیم با هم دیگه سوال برنامه رو ببینیم. حالا که خانم دکتر گفتن اینجوری شد، برمیگردیم و ادامه میدیم. هم دیگه دیدیم دقیقا همین سوال ما در صفحه مجازیمون هم از شما پرسیدیم به آدرس حال نقطه خوب در اینستاگرام HALE.KHUB. همیشه من تاکید میکنم به این موضوع که حتما خوبش رو با یه دونه یو بنویسین، چون خوب رو دبل او و او یو و روش‌های مختلفی ممکن نوشته شه و همه اینا اتفاقا یه صفحه مجازی هم هستن برای خودشون مجزا که در اختیار ما نیست. اما حال نقطه خوب ما با یه دونه یو نوشته میشه خوبش. خانم دکتر خیلی‌ها به این سوال جواب دادن تو صفحه مجازی. من میدونم که این روزهای آخرام شما خیلی شلوغ سرتون، بخاطر من چند تاش برای شما میخونم. امروز فکر کنم نرسیدین بخونید شما. بله متاسفانه صفحه پیش میاد دیگه. گفتن که آقای میلاد، سلام علیکم. آقا میلاد شما گفتن سلام، غالبا تسلیم از بین اون 3 تا گزینه. گاهی اوقات هم مقابله میکنم ولی در نهایت در مقابلش تسلیم میشم. انگار بهشون شدیداً عادت کردم. خانم در ازاش خانم زهرا عباسی یک نماد قدرت هم نشون دادن از این شکل‌های اینستاگرامی. گفتن زندگی سخته ولی من از اون سخت‌ترم. دیگری گفته که خانم عاطفه جبران، حالا هر کدومشون یه دونه از اینا. ولی در مقابل خانم مینا فلاح که اتفاقا جزو همراهای خیلی خوب ما در صفحه مجازی هستن روزهای اول. وفاداره. بله انصافا واقعا خانم فلاح خیلی ممنونم ازتون. گفتن هیچ کدوم، چون یا هیچ آگاهی من نسبت بهشون ندارم یا اگر آگاهی صحیحی نسبت بهشون داشته باشم اون وقت تسلیم نمیشم، اجتنابم نمیکنم و جالب‌تره که جبرانم نمیکنم، بلکه سعی میکنم درست برخورد کنم. که حالا اینجا سوال پیش میاد که درست برخورد کردن چیه که بذاریم بهش برسیم. خب بذارید اینجوری بگم، اون طرحواره‌ای که شکل میگیره یک عامل تهدیدزا و خطره. خودمون رو مجسم کنیم تو سالهای اولیه زندگیمون، در مورد خودمون، در مورد دنیا و در مورد دیگران ما طرحواره‌های آسیبزا ساختیم. خب نداره که با یکیشون مثلا بزنید، مثلا شاید ملموسش بکنید. مثلا مثل این که همون مثالی که من بیشتر در مورد حوزه طرد و بریدگی مثال میزنم چون ملموس‌تره، بعد اون یکی‌ها رو باید یه مقدار پیچیدگی‌ای داره. مثلا این که من یه بچه‌ای هستم که مراقبین خیلی با کیفیتی از من مراقبت نمی‌کنن و این پیام این که
تو دوست داشتنی نیستی، تو بی‌ارزشی، تو رفتار و گفتار اونا داره موج میزنه. بنابراین مثلا اگر نیازی دارم، حالا مامانو صدا میکنم، اون بابا رو صدا میکنم، خیلی حساسیتی نسبت به نیازهای من وجود نداره. یا خیلی وقتا که میرم سمتشون پس زده میشم، نکن، چقدر شلوغ میکنی، چقدر اذیت میکنی، بعدن چقدر بچه بدی هستی، جملاتی که به وفور خیلی میشنومش. و این تو سالهای اولیه اون طرحواره من بی ارزشم و من دوست داشتنی نیستم رو برای من میسازه. حالا فرض کنید من چقدرم کوچیکم و چقدرم بی‌دفاعم، این طرحواره رو هم دارم. و بعد چه اتفاقی میفته؟ خب این یک خطر دیگه و من خیلی کم توانتر و کم بنیه‌تر از اونم که بتونم به شکل منطقی و بالغانه بشینم و اینا رو تجزیه تحلیل کنم. احساس فوق‌العاده بدیه که برای آدم شکل میگیره. در ما انسان‌ها جناب اسلامزاده و در تمام گونه‌های پایین‌تر از ما یک مکانیسمی به شکل شاید غریزی در بدن ما و در روان ما گذاشته شده که وقتی با خطری مقابله می‌کنیم، روبرو میشیم، یک موضوع خطر سر راهمون که سبز میشه، ما معمولاً 3 تا کار میکنیم. یا میجنگیم و مقابله میکنیم، یا فرار میکنیم و میگریزیم از اون شرایط تو جاهایی که من احساس میکنم من توان مقابله با این داستان رو ندارم، جایی که من فایت اور فلایت دقیقاً یا میتونم زورم میرسه وای میستم میجنگم، زورم نمیرسه از توانم خارجه، فرار میکنم با تمام وجودم. و یه جاهاییه که شما نه موقعیتش رو داری که وایسی بجنگی، نه موقعیتش رو داری شما که بخوای فرار کنی. مکانیسم فریز شدن و میخکوب شدن. یعنی که اینو شما تو حیات وحش وقتایی میبینین، فیلم‌های مستند که میسازن، اون تومه یه وقتایی خودش رو به مردگی میزنه و فریز میشه. دقیقاً موش دیگه میگن موش مرده. و این یه خاصیت داره دیگه، حالا توی جریان تکامل معنی داره، به خاطر اینه که خب معمولا اون شکارچی تومه مرده رو خیلی رغبتی بهش نداره و معمولا میذاره، و یا اینکه شما اگه فریز بشی و واکنشی نشون ندی، خطر کمتری ممکنه اون لحظه شما رو تهدید بکنه، به چشم نمیای، مورد توجه قرار نمیگیری تا اینکه بخوای حرکت بکنی. این 3 تا رو بگیریم، یانگ میاد 3 تا سبک مقابله‌ای ما در برابر طرحواره‌ها رو بر اساس این 3 تا مکانیزم میاد تعریف میکنه. یعنی چی؟ یعنی یه جایی من میام و میجنگم با اون اژدهای ترسناک طرحواره، یعنی میام و وای میستم و مقابله میکنم و کم نمیارم. یه جایی هست بنابراین ما به اون میگیم مکانیسم جبران. گزینه 3. گزینه 3. خوب اگه دوستان اتاق فرمان همزمان الان زیرنویسامون برن گزینه‌ها. خب بنابراین یه جایی من وای میستم مقابل اون جنگه. ما توی طرحواره درمانی میگیم که فرد داره از مکانیسم مقابله‌ای جبران داره استفاده میکنه. یه وقتی از من فرار میکنم از اون موضوع ترس و میگریزم. بنابراین مکانیسمی که دارم اینجا استفاده میکنم مکانیسم اجتنابه. گزینه 2. و یک وقتی هست که من فریز میشم و هیچ واکنشی از خودم نشون نمیدم، میخکوب میشم در برابر اون طرحواره. یه جوری انگار دیگه اوج اون استیصال منه در برابر اون طرحواره و بعد ما به این مکانیسم میگیم مکانیسم‌های تسلیم. پس این 3 تا رو ما بر اساس اون واکنش هایی که کاملا مشهوده توی حیات وحش و حتی تو خودمون، حتی وقتی که با موضوع اضطراب و ترسی روبرو میشیم، میتونیم قشنگ ردگیریش بکنیم و اونجا میتونیم این داستان رو ببینیم. حالا کاری که من میخوام بکنم امشب، میخوام دونه دونه اینها رو یه مقدار عمیق‌تر توضیح بدم، چون انشالله اگر عمری باقی باشه از هفته بعد که میخوایم، فکر کنم یه هفته دیگه داریم تا پایان سال که یک شنبه دیگه داریم که بخوایم در مورد طرحواره صحبت بکنیم. هر حوزه‌ای رو که میریم وارد میشیم ما باید این 3 تا رو بدونیم. وقتی میگیم من در برابر این طرحواره‌ام مثلا مکانیسم مقابله جبران دارم به کار میگیرم، یک کدی باید باشه مشترک بین ما و بیننده هامون که دقیقاً بدونن جبران اینجا به چه معنیه. بسیار خب اول من میخوام از تسلیم شروع بکنم. وقتی که من از مکانیسم تسلیم استفاده میکنم که فکر میکنم گزینه 1 ما باشه امشب توی اینها، اینه که انگار تسلیم و یعنی اسمش روشه، میخکوب شدم در برابر طرحواره‌ام
و اگر من بر اساس تو مثال این تحول بی ارزشی رو من شکل گرفته که من بی ارزشم و من دوست داشتنی نیستم، وقتی من از مکانیسم تسلیم میام استفاده میکنم، مکانیسم مقابله تسلیم، اتفاقی که میفته یعنی من دقیقاً مثل یک آدمی که باور داره بی ارزشه و این رو پذیرفته رفتار میکنه. بنابراین شما توی رفتارهای من هم این رو میبینید که خیلی جاها تو موقعیت‌هایی که قرار میگیرم مثل یه آدم بی‌ارزش، یعنی اگه توی مجلسی وارد بشم هی منم دعوت کنن که شما بفرمایید بیا بالا بشین، من دقیقاً پایین‌ترین جای مجلس رو شاید انتخاب میکنم. خیلی یه رسمی هم از بعضی‌ها عادت دارن که برن ته مجلس و ریا نباشه، از هنجارها صحبت نمی‌کنم. اگه شما میتونی و آخرش هم اون جلو میشینن ولی باید مثلا کل مجلس مثلا یه رو براشون خواهش بکنم. خب اول برو اونجا بشین دیگه. آخه کاری من میخوام بگم که اگر تو این مثال ما اسلام زاده ببین، من یه وقتی حتی از ذهنم هم نمیگذره که میتونم برم اون بالا بشینم، ولی خب زشته بذار فروتنی بکنم و مثلا بزرگتر از من اینجا نشستن، مثلا بذار منو تعارف کنن اونجا بشینم. من واقعا باور دارم که همینجا برای من خوبه. وقتی جای من نیست. اونجا جای من نیست. یا حتی که به زورم دست منو بگیرن و برم دارن ببرن اونجا بشینم، نگاه رو صندلی داغ نشستم، آروم و قرار ندارم، معذبم در مورد این قضیه. بنابراین وقتی من تسلیم میشم با اون اژدهای دارم طوری برخورد میکنم که در این مدل برده‌وار، هرچی تو میگی راسته، در بست پذیرفتم اون چیزی که تم و موضوع طرحواره منه، هیچ جنگی باش ندارم. یعنی اون چیزی که دارم احساس میکنم و میپذیرم، باهاش از نظر ذهنی هم هیچ مخالفتی نمیکنم. من بی ارزشم، باید همینجا بشینم. و بعد میریم جلو که میبینیم هر کدوم از این مکانیزم‌های مقابله که اتفاق میفته کل سیستم پردازش اطلاعات ما رو در ید قدرت خودش میگیره که در خدمت اون مکانیزم. یعنی اگر من تسلیم شدم در برابر این طرحواره بی ارزشی، هر اطلاعاتی که به من میرسه که نقض میکنین، یه جایی یه نفر به من ارزشی هم میذاره، یک جایی یک چیزی میبینم که میتونه این بیارزش بودن من، فرضیه من بیارزشم رو نقض کنه، من نمیبینم. یا اگرم ببینم براش دلایل و توجیهات خاصی رو میارم که نه این حالا به این دلیله و حالا اینجا شانسی بود و حالا اون اتفاقیه و اما اقسام خطای شناختی که ما قبلا دیدیمشون میان وسط که نذارن خلاصه ابر و باد و مه و خورشید و فلک میان به کمک من تا من طرحواره هام رو تایید شده ببینم. درود بر شما. خانم دکتر، ما یک کتاب خیلی خوب در گذشته ضبط کرده بودیم و برنامه حال خوبی از مجموعه پخش ما جا مونده بود. کتاب خیلی خوب و موفقی هم بوده. به خاطر این انتخابش کردیم که از دست نره، حیفم هست در واقع بیننده‌های ما با کتاب آشنا بشن. شاید مستقیما مرتبط به گفتگوی امشب ما نباشه، اما تو حوزه اونهایی که روابط عاطفی دارن، زناشویی دارن و اطلاعات زیادی در این حوزه میخوان به دست بیارن، کتاب قصه عشق کتاب خوبیه که روانشناس محترم خانم دکتر تقوا اون رو به شما معرفی می‌کنه. در مورد نگرشی تازه به روابط زن و مرد، کتابی تحت عنوان قصه عشق. این کتاب توسط دکتر استرنبرگ نوشته شده و آقای علی اصغر بهرامی اون رو به فارسی برگردوندن. در این کتاب بخش‌های مختلفی می‌بینیم که در قسمت اول در بخش 1 بر اساس مبانی نظری در مورد قصه های عشق صحبت شده. اینکه قصه ها از کجا میان و به کجا میرن، ما به چه چیزایی میگیم قصه عشق. در بخش دوم که خیلی هم بخش جالب و خوندنیه، انواع قصه های عشق مطرح شده. این قصه های عشق همراه با مثال ها و توضیحات و بررسی نقاط قوت و ضعفشون مطرح شدن. قصه های در حیطه های قصه های نامتقارن، قصه های شیء، قصه های مشارکت، قصه های روایی و قصه های گونه یا ژانر. در قسمت سوم هم در مورد این صحبت میشه که آیا میتونیم قصه خودمون رو تغییر بدیم و اگر این قصه ها شرایط مطلوبی ندارن بتونیم روابط خودمون رو بهبود ببخشیم؟ بخشی از این کتاب رو با هم دیگه میخونیم که مربوط به قصه ایثاره. در قصه ایثار باورها اینطوریه: اغلب از این که برای جفتم یا همسرم فداکاری میکنم لذت میبرم. معتقدم رابطه صمیمانه عشق تنها نیست، فداکاری در راه عشق هم هست. من به کرات به نفع جفتم فداکاری میکنم.
اغلب برای برآوردن نیازهای جفتم از آسایش خودم دست میکشم. و اما نقاط قوت و ضعف در این قصه ایثار زمانی به رابطه خوش می انجامد که هر دو جفت از نقشی که ایفا می کنند راضی باشند. به ویژه زمانی که هر دو نفر برای هم فداکاری کنند. گاهی احتمال دارد کار به اصطکاک بکشد و آن زمانی است که جفتها خودآگاهانه مایل به اجرای نقش‌هایی که بازی می‌کنند نیستند، اما ناخودآگاهانه حس می‌کنند از انجام این نقش‌ها ناگزیرند. پژوهش‌ها حاکی از آن است که روابطی دارای خوشترین سرانجام هستند که در کلیت خود منصفانه باشند. رابطه‌ای که در جریان آن برای هر چه کسی می‌دهد یا می‌ستاند حساب نسبتاً دقیقی وجود دارد. در قصه ایثار احتمالاً بزرگترین عامل خطرآفرین آن است که توازن دادن و گرفتن آنچنان در رابطه زوج به هم بریزد که هر دو جفت احساس ناراحتی کنند. خب خیلی ممنونم. آقای سینا گفتن که طرحواره چیه؟ تو رو خدا جواب بدین. هست دیگه توی صفحمون؟ هست توی صفحمون توی بخش قبل که برین هست. امروز هم که راجعش صحبت کردیم دیگه. حالا یه بار دیگه شما هم بگید. خیلی کوتاه. طرحواره یک الگوی ثابت و ماندگار شناختی هیجانیه که شامل خاطرات، هیجانات، افکار و حتی حس‌های بدنی میشه که ما بر اساس تجارب آسیبزای اولیه زندگیمون اونها رو شکل دادیم و اونها رو تا پایان عمرمون با خودمون حمل میکنیم اگر مورد درمان قرار نگیریم و مورد مداخلات روان درمانی قرار نگیریم. اومدم توضیح بدم، فکر کنم سخت‌تر شد. چهره شما احساس میکنم که سخت‌تر شد. طرحواره عینکاییه که ما در مورد خودمون، در مورد دنیا و در مورد دیگران اتخاذ میکنیم. ساده شدهش اینه و بر اساس تجارب اولیه رشدی و ماندگاره. خانم فرناز گفتن معمولا جبران از بین مکانیزمایی که در دفاع هست، اما تسلیم هم پیش اومده. گفتن که نمیدونم ولی هنوز برام موضوع گنگیه. خانم یاسمین، خانم رویا گفتن اجتناب، خانم سمانه گفتن تسلیم. خب بریم که امشب تکلیفش رو معلوم کنیم که دوستان بتونن با فکر میکنم قدرت رأی بیشتری بتونن این نظرشون رو ثبت بکنن. داشتیم در مورد مکانیسم مقابله‌ای تسلیم صحبت میکردیم که شبیه به این حالت فریز شدن و میخکوب شدن در باره موضوع ترسمونه. و خیلی وقتا ما که آقای اسلامزاده مکانیسم مقابله‌ایمون در برابر یک طرحواره‌ای از نوع تسلیمه، اتفاقی که میفته مثل اون رو پذیرفتیم و بحثی در مورد طرحواره‌مون نداریم و میدونیم دردناکترش چیه. دردناکترش اینه که خب اون درد رو من پذیرفتم، یعنی یک عمر باور دارم که من بی‌ارزشم، من ناتوانم، یا دنیا جای امنی نیست، یا من تنها هستم توی این دنیا. خب این خیلی درد داره دیگه، مال یه روز و دو روز نیست. مثلا با عنوان آدم بزرگسال شما فکر کنید سالها داریم با این درد روانی داریم زندگی میکنیم و تسلیمش شدیم. از اون دردناکتر اینه که خیلی وقتا افرادی که از مکانیسم مقابله تسلیم دارن استفاده میکنن، یک صحنه‌هایی در زندگیشون در سالهای اولیه بوده، یه فیلمی بوده تو زندگیشون که این بر اساس اون تصاویر این طرحواره‌ها شکل گرفته. ولی میدونیم دردناکترش چیه؟ یک عمر اون فیلم رو باز تولید میکنن. یعنی اگر من یک پدر مادری داشتم که نامهربان و سرد بودن، انتقادگر و سرزنشگر بودن و من آزار دیدم از چیزهایی که به من گفتن، از رفتارهایی که با من کردن، خب به نظر میرسه عقل سلیم میگه خیلی خوب، من باید اولین مفری که پیدا میکنم باید از این شرایط بیام بیرون و برم از این به بعد تو زندگیم با آدمهای سالمتر و با آدمهای گرمتر و مهربانتری باید نشست و برخاست کنم. اما وقتی من تسلیم میشم چه اتفاقی میفته؟ من یک عمر باز تولید میکنم اون تجارب اولیه رو. یعنی من این رو پذیرفتم که من اون چیزایی که به من، پیام‌هایی که به من داده شده درسته، من بی‌ارزشم، من ناتوانم، من هیچی نمیشم،
این رو پذیرفتم و بعد نمیرم توی بقیه عمرم با آدم‌هایی زندگی کنم که به من پیام‌های متفاوت‌تر از این بدن. بعد میرم از بین این همه آدمی که دور و برم هست میرم دست میذارم رو کسی، اون رو به عنوان شریک زندگی انتخاب میکنم که همون شرایط اولیه زندگی من رو باز تولید میکنه. یعنی یه کسی که اونم به من میگه که تو نمیتونی، تو بی ارزشی، با رفتارش، با گفتارش دائم داره اون صحنه‌های اولیه زندگی من رو باز تولید میکنه. از بین جای مختلفی که ممکنه به من پیشنهاد کار بدن دست میرم میذارم روی جایی که یه رئیسی ممکنه داشته باشم، یک ناظری داشته باشم که اونم دائم داره به من این پیام رو میده. از بین آدم هایی که توی مدرسه هست، از بین آدم هایی که توی دانشگاه هست، من میرم کسی رو انتخاب میکنم، دوست و همنشینی انتخاب، کسایی رو انتخاب نمیکنن که به من این پیام بدن که تو چقدر دوست داشتنی هستی، تو چقدر ارزشمندی. دقیقاً هرچه آدم هایی من رو بیشتر میرونند، من انگار با یه مغناطیسی بیشتر جذب اونها میشم و دردناکی این مکانیسم مقابله اینجا اینه. ممکنه شما بگین که بگم توی یکی نظرات که میخوندین همین تو ذهن من زنده شد، خیلی بگن خب چرا؟ چه دلیل منطقی داره؟ خب چرا اینجوری؟ اصلا برای ما قابل توجیه نیست. خب من که میدونم این فکر که من بی‌ارزشم انقدر داره منو اذیت میکنه، این باور، این خاطراتی که همش بیشتر اونهایی برای من تداعی میشه که تم بی‌ارزشی من داره توش تکرار میشه، چه اصراریه به این مکانیسم مقابله ای رو استفاده کردن؟ یه جوابی دارم در مورد این، شاید جواب دردناکیه ولی واقعیتش اینه. ما یه اصل داریم آقای اسلامزاده توی روانشناسی، ما بهش میگیم اصل هماهنگی شناختی توی روانشناسی. اصل هماهنگی شناختی چی میگه در مورد نگرش ها و در مورد افکار ما؟ میگه ما نیاز داریم افکاری که داریم، نگرش هایی که تو ذهنمون هست، اینها با هم هماهنگی و همسازی داشته باشه. اگه نداشته باشه شرایط هیجانی نامطلوبی به ما حاکم میشه و ما در تکاپو میافتیم که بالاخره تکلیف خودمون رو معلوم کنیم که این هست یا این نیست. مثلا من اگر در مورد آقای اسلامزاده این شناخت رو دارم که ایشون آدم شریفیه، آدم خوبیه، آدم صادقیه، اگر یه جای اطلاعاتی به من برسه که اینها رو نقض بکنه، من دچار هماهنگی شناختی میشم و معمولا به تکاپو میافتم که بالاخره تکلیف خودم رو مشخص بکنم. اما یه داستانی، یه وقتایی ما یه فکرایی داریم که خیلی فکرای آزارنده و ناراحت کننده، یعنی مثل این که من یه ارزشم، باوره دیگه، اصلا فکرم نیست. اما چرا اصرار دارم که نگرش دارم؟ برای اینکه همون اصل هماهنگی شناختی اینجا داره اینو توجیهش میکنه. برای اینکه اگه من یه جایی یه مفری باز بکنم برای ایده های جدید، برای تجارب جدید که داره این من بی ارزشم رو نقض میکنه، من دچار ناهماهنگی شناختی میشم. هرچند که این دردناکه که من باور داشته باشم که بی ارزشم، هرچند این دردناکه که من باور داشته باشم دنیا جای امنی نیست، ولی چون یک باور شناخته شده و یک باوریه که به من قدرت پیش بینی میده، من تکلیفم معلومه، یه بی ارزشم نمیدونم، تکلیفم معلومه دیگه. اگر من بی‌کفایتم دیگه تکلیفم معلومه دیگه بر اساس اون حرکت میکنم. ولی اگر خودم رو باز بذارم نسبت به تجارب دیگه‌ای که ممکنه جای نقض بکنه این بی‌کفایتی رو، من دچار ناهماهنگی شناختی میشم و معمولاً آدم‌ها بر اساس تحقیقات ترجیح میدن به شرایط نامطلوب ولی شناخته شده، یعنی اگه قرار باشه انتخاب کنن شرایط نامطلوب شناخته شده و شرایطی که مطلوب تره اما خیلی قابل پیش بینی نیست و شما بهش احاطه ندارید، معمولا آدم‌ها شناخته شده ترها و قابلیت پیش بینی دار ترها رو انتخاب میکنن، هرچند که موضوعش و تمش منفی باشه. چون هویت منو میسازه. من یک عمر با خودم فکر کردم که من ناتوانم، یک عمر با خودم فکر کردم که آدم‌ها قابل اعتماد نیستن، یکم اینجوری فکر کردم. بعد الان تجربه که میاد، یعنی من بعد فرض ذهنیمو از خودم، از دنیا، از آدم‌ها باید کنفیکان بکنم به یک طرح نو باید در بیاندازم، در اندازم و این خیلی کار راحتی نیست. به خاطر همینه که ما خیلی وقتا تسلیم باقی میمونیم تا پایان عمرمون در برابر طرح.
خب تو مرکز مشاوره حال خوب بریم در عملا ببینیم چه اتفاقی میفته. تو مرکز مشاوره حال خوب آقای مراجعه میکنن به دکتر سیف عزیز که طرحواره‌ای در ایشون فعاله. آقای دکتر سیف اون شناسایی میکنن، برای شما میگن ماجرا چیه و بعدم راه حلش رو تا حدودی با هم بررسی میکنیم. مردی 24 ساله که از ابتدا تو روابط بین فردیش آشکارا مشکل داشته و هیچ وقت نتونسته یک ارتباط مناسب رو شکل بده. این عدم ارتباط مناسب باعث شده که نامزدی اخیرش به هم بخوره و علت به هم خوردن نامزدی رو مشکلاتی میدونه که طرف مقابلش داشته و تقصیر رو گردن نامزدش میندازه، چرا که فکر میکرده دائما این اون بوده که از صمیمیت فرار میکرده و در طرف مقابل هم خب مقصر رو مرد میدونسته و الان هم با این سوال وارد شده که آیا واقعا منم که مشکل دارم یا این بقیه‌ان که مشکل دارن و تقصیر کیه که من نمیتونم ارتباط مناسبی رو داشته باشم. دکتر راستیتش یک کلافه شدم. 24 ساله دارم زندگی میکنم، با هیچ کسی هیچ رابطه خوبی نداشتم. یا من نمیتونم بقیه رو درک کنم یا واقعا اونا با من مشکل دارن. اصلا نمیتونم، اینو نمیفهمم. به زور تونستم از دانشگاه فارغ التحصیل بشم. اصلا دانشگاه جو خوبی نداشت به نظرم، با هیچ کس اونجا رابطه خاصی نداشتم. کلا یه دوست صمیمی داشتم که اونم همش با هم میگیم میخندیم، بقیه رو مسخره میکنیم، که در مورد رابطه بقیه صحبت میکنیم. اگه اونم بخوام باهاش رابطه جدی داشته باشم حس میکنم اصلا با اونم نتونم دوستیمو ادامه بدم. یه چند وقتیه که وارد کار شدم. هفته اولش خوب بود، تونستم با بقیه کنار بیام، باقی هم با هم کنار میمونن، ولی یواش یواش مشکلات شروع شد. دوباره من اونا رو درک نمی‌کردم، اونا با من مشکل داشتن، اصلا هیچی سر جای خودش نبود. به اصرار خانواده هم با یکی از اقوام نامزد کردم، ولی خب اونجا هم بازم رابطه خوبی با هم نداشتیم. اون همش بهم میگفت که از لحاظ عاطفی حمایتم نمی‌کنی، منفی گرایی، ولی من مشکل بازم از اون میدونستم. همش بهم قور میزدش، همش ازم دوری میکرد. آخرش هم سر همین مشکلات و این بحثامون نامزدیمون با هم خورد، اصلا جدا شدیم. هیچ دوست صمیمی تقریبا ندارم دیگه. نمیدونم مشکل از منه، مشکل از بقیه است، کلافه شدم. در سبب‌شناسی مشکلات روابط بین فردی بعد اشاره بکنیم به راهکارهای مقابله ناکارآمد. راهکارهای مقابله ناکارآمد روش‌های نامؤثر و عادتگونه‌ایه که اشخاص تو برخورد با تنش‌ها و مشکلات بین فردیشون به کار میبرند. این راهکارها صرفاً عادت‌هایی نیستند که تقویت شده باشند، بلکه اکثراً به صورت ناهوشیار اتفاق میافتند و به نوعی ریشه در طرحواره‌های ناکارآمد ما دارند. و طرحواره‌ها هم باورهای بنیادینیه که ما نسبت به خودمون و ارتباطمون داریم و در 4-5 سال اول زندگی شکل گرفته. بخشش ممکنه به صورت وراثتی و بخشش هم با توجه به سبک‌های والدگری والدینمون و نحوهی که ما رو بزرگ کردن شکل گرفته باشه و ما بعد این طرحواره‌ها رو شناسایی بکنیم و طرحواره‌های ناسازگار رو کنار بزنیم. 4 تا هدف اساسی رو باید برای خودمون مشخص بکنیم. یکی این که رفتارهای مشکل ساز رو باید شناسایی بکنیم، مثل عیب جویی کردن یا حمله و پرخاشگری کردن به مردم. دوم، باید روی توانایی‌های ارتباطیت کار بکنیم تا یه مقدار روی توانایی ارتباطیت با مردم که قشنگ مشخص بود کار بکنیم تا بتونیم اونها رو بهتر بکنیم. باید توانایی رفتارهای اجتماعی و ارائهشون رو به شکل مطلوب و مناسب تقویت بکنیم و بعد باورهای منفی خودآسیب رسانی که باعث میشه حس ارزشمندیت کاهش پیدا بکنه تو ارتباط رو شناسایی بکنیم و اونها رو حل بکنیم و باید خودت رو توی یه سری از موقعیت‌های اجتماعی که حتی به ذم خودت ممکنه نامناسب باشه قرار بدی برای عنوان تمرین. رویکرد درمانی که من انتخاب کردم برای درمان این مراجعه رویکرد مبتنی بر طرحواره و رویکرد مبتنی بر تعهد و پذیرش در تلفیق با هم هستش. طرحواره‌ها در اعماق ذهن ما نقش بستن و چون در اعماق ذهنمون نقش بستن به حاکمیت و سیطره‌ای که بر زندگی ما دارن ادامه میدن.
گام اول برای درمان شناسایی طرحواره‌های ناسازگار اولیه است و گام دوم تشخیص راهکارهای مقابله‌های ناکارآمد هستش که افراد به کار میبرند و در گام سوم ما میایم شناسایی ارزش‌های بنیادین و خواسته‌های اونها رو انجام میدیم و بعد شروع میکنیم به بازسازی طرحواره‌های ناکارآمد و تغییر و تعدیلشون تا بتونیم به شکل مناسبی فرد رو آماده ارتباط‌های مناسب و انتخاب‌های مناسب قرار بدیم. طرحواره‌های ناسازگار یا باورهای بنیادین منفی ما حال ما رو بد میکنه و منجر میشه که انتخاب‌های بدی تو زندگیمون داشته باشیم. با تعدیل اونها و یا گاهن تغییر اونها هم حال خوب و هم انتخاب خوب رو به زندگیمون برگردونیم. بله. 2 تا مکانیسم دیگه موند، مکانیسم جبران و مکانیسم اجتناب. من اول از اجتناب شروع بکنم. وقتی من مکانیسم مقابله این در برابر یه طرحواره اجتنابه، یعنی این که انگار یه جوری میرم از کنار این اژدها رد میشم که بیدار نشه. یعنی این که اگر تو تسلیم این بود که من واقعا برده‌وار در خدمت اون اژدها هستم، من احساس میکنم یه نوزاد اینجا داره جیغ میزنه و شما هم احساس میکنید حداقل بره یکی بهش برسه. حالا صدا شما میشنوید چون نگرانش شدم به بچه‌ها زجر میزنه. طرفدارای حال خوبه شاید من تو راه نمیدونم خب ساکتش کنم ولی خب ببخشید. خواهش میکنم. چیزی که داشتیم میگفتیم این بود که وقتی من مکانیسم مقابله این اجتناب هست، اتفاقی که میفته یک جوری از کنار این طرحواره‌ها موانع رو دور میزنم که اون طرحواره بیدار نشه. و این هم اصلا به شکل اینا که ما داریم میگیم تو سطح هوشیار و خودآگاه اتفاق نمیفته ها. یعنی ما نسبت به این مکانیسم‌های خودمون خیلی وقتا ناخودآگاهیم، مگر اینکه در موردشون دانش کسب بکنیم، شروع به خودکاوی بکنیم. و مهمترین روش‌هایی که ما میاییم و سعی داریم اون اژدها رو بخوابونیم و یه جوری از کنارش رد بشیم که بیدار نشه اون اژدها، روش‌های اجتنابیه. مثلا مثل چی؟ سرکوب یه هیجاناتی که با اون طرحواره میتونه در ارتباط باشه. تو اون مثال اول برنامه‌مون برگردیم به اونجا. اگر من طرحوارم اینه که من بی‌ارزشم، من دوست داشتنی نیستم، من بی‌کفایتم، اگر قرار باشه که از مکانیسم جبران بیام استفاده بکنم، اصلا تو موقعیت‌های قرار نمیگیرم که چنین طرحواره‌ای بخواد بیاد بالا. یعنی چی؟ یعنی اصلا با آدم‌ها مثلا وارد ارتباط نمیشم که ممکنه توی این ارتباطات خودمو یادم نشون میدم. خیلی سخته که خودمو یادم نشون میدم که خیلی علاقه به ارتباط با آدم‌ها ندارم. یا اگر من طرحواره من بی‌کفایتم رو دارم، اصلا دقت کنین اهمال کاری نمونه بارز اینه. یعنی من میدونم که یه تکلیفی هست به گردنم باید انجامش بدم، به عناوین مختلف به تأخیر میندازمش، به عناوین مختلف بهانه میارم که سر اون تکلیف نرم، چون اگه برم و ممکنه شکست بخورم اجتناب میکنم که اون اژدهای من بی‌کفایتم اصلا بیدار نشه و بالا نیاد. خب بنابراین معمولا کسانی که دور میزنن مانع رو، کسانی هستند که سوء مصرف مواد خیلی دارن، کسانی که اهمال کاری دارن، کسانی که حتی تو خیلی مواقع رفتارهای وسواسگونه، یعنی اینکه من مواردی که مثلا دچار اضطراب توی یک مسئله میشم، به جای اینکه با اون مسئله مقابله بکنم، با چیزهای خیلی جزئیات بی اهمیتی به شکل وسواسگونه من با اونها در ارتباطم. چرا؟ چون توجه من رو از اون موضوع اصلی طرحواره ها میکشه کنار. بنابراین دقت کنین دور زدن موانع است. اما مکانیسم آخر که میخوایم در موردش صحبت بکنیم مکانیسم جبرانه. با اون جنگیدنه تداعی میشه. ممکنه خیلی فکر کنن آهان خب درست شد دیگه، یعنی الان خوب شد دیگه، یعنی من اون اژدها رو وای میسم جلوش، آخرش من زمینش میزنم. کاش اینطوری بود. وقتی من این طرحواره من بی‌ارزشمو دارم و دارم از مکانیسم جبران دارم استفاده میکنم، جوری وانمود میکنم نقطه مقابلش. یعنی چی؟ یعنی مثل یه آدمی که اتفاقا اعتقاد دارم خیلی آدم خاص و ویژه‌ایم، دیگران باید خیلی با من خاص و ویژه برخورد بکنن. اگر طرحواره من بی‌کفایتمو دارم، اتفاقا شما منو میبینین که آدمیم که از این دوره دانشگاهی میرم به یه جای دیگه، چندین تکلیف رو برمیدارم، به شکل خیلی افراط‌گونه‌ای کار میکنم و خیلی سرمو شروع میکنم. بعد ممکنه شما به خودتون آخه این چطور ممکنه چنین طرحواره من بی‌کفایتم رو داشته باشم؟ مشکلش کجاست؟
مشکلش اینه که ظاهرا من دارم با اژدها می‌جنگم، ولی جنگیدن درست و مقابله صحیح که شما پرسید بالاخره مقابله صحیح چجوریه، با این اژدها اینطوریه که من مسئله رو هوشیارانه باش روبرو بشم و به کفایت و به اندازه کافی با اون مسئله من بجنگم و انرژی بذارم. یه وقتی هستش که من میام و با این طرحواره میخوام بجنگم، شاید به نظر میرسه من ناتوانم رو دارم ساکتش میکنم و دارم خفش میکنم این جمله من ناتوان هستم اما اتفاقی که میفته من این تا مشکل جدید دیگه پیدا میکنم. یعنی به خاطر اینکه من به شکل وسواسگونه خیلی کار میکنم، به خاطر اینکه من خیلی به شکل افراطی از آدم‌ها طلب میکنم که به من توجه بکنین، با من ویژه برخورد بکنین، شاید این مسئله من بی ارزشم مسکوت میمونه و مدفون میشه، ولی یک عالمه مشکل دیگه در روابط ایجاد میشه. این نکته تستیش اینجاست. اگر قرار باشه که ما مکانیسم مقابله سالمتری رو داشته باشیم، اولش اینه که ما با این مکانیسم آشنا باشیم، بتونیم ما میریم جلوتر طرحوارا رو شناسایی کنیم، بعد بر اساس اون آموزشایی که اونجا داریم ببینیم که من دارم از چه سبکی در برابر این طرحواره خاصم استفاده میکنم و بعد اینکه سبک مقابله درست با اون طرحواره به اندازه خرج کردن انرژی و متمرکز کردن انرژی روی اون طرحواره است، نه اینکه اینقدر بخوام بجنگم با این که اون مسئله به نظر خاموش بشه ولی چندین مسئله دیگه بیاد بالا. که خیلی وقتا اینم اضافه کنم، خیلی وقتا به یک نقطه میرسیم که خل اصلاح میشیم. یعنی کسانی که از مکانیسم جبران به شکل افراطی استفاده میکنن، یک تنه و یک نفس میرن جلو، اون سیستم جبران جواب نمیده و بعد طرحواره به شکل اوریان میاد بالا. یعنی آدمی که به نظر میرسه همیشه از بالا به پایین به آدما نگاه میکنه، یهو خورد میشه. و این یکی از نشونه های خیلی ویژه کسانیه که دارن از مکانیسم جبران استفاده. آنچنان مستاصل میشه که البته تعجب این همون آدمه چرا اینجوری شده. دقیقاً. شاید من خودم تجربه آنچنانی رو داشتم، درست میفهمم. البته که درست میفهمید، من این تجربه من هم مصداق داشت. سپاسگزارم خانم دکتر. میدونم مطلب خیلی مفصلی رو امروز تلاش کردین جمع بکنید که بتونیم قبل از عید در مورد خدا قوت. سپاسگزارم ازتون و مشتاقم هفته بعد ادامه بدیم. ان شاء الله حتما میریم تو حوزه اول ورود پیدا میکنیم و ان شاء الله این مکانیسم‌ها رو اونجا صحبت میکنیم. ان شاء الله. سپاسگزارم.